ادامه حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم رو گوش کن که می فرمایند و من مات، کسی که بمیره و لیس فی عنقه، نباشه در گردن از او بیعت نباشه. خب بیعتی که نبود، مات میتت الجاهلیه، این مرده در مردن دوران جاهلیت. ببینید چقدر سخته، خیلی سخته. این باید خیلی متوجه باشه. انسانی که بیعت نداشته باشه با حکومت اسلامی، با نظام اسلامی، با امیر المؤمنینی که در رأس حکومت اسلامی قرار داره، خب اگر در او حالت بمیره چه کار میشه؟ مات میتتن جاهلیه، در مرگی از دنیا رفته که اون مرگ جاهلیت هست. حدیث دیگر باز هم عبدالله ابن عمر رضی الله عنه روایت میکنه و میفرمایند و من مات و هو مفارق للجماعه، این بیشتر کسانی گوش کنن که علیه حکومت اسلامی بغاوت میکنن، مظاهره میکنن، به خیابانها بیرون میشن، سرکشی میکنن، شعار میدن، این بیشتر متوجه باشن. رسول الله میفرمایند و من مات و هو مفارق للجماعه، چطور میشه؟ این شخص یموتو، وقتی که در او حالت بمیره، میتتن جاهلیه، در اون حالت اگر بمیره مرگش مرگ جاهلیت هست. اینایی که به خیابانها بیرون میشن، اینها وقتی که بیرون شدن، حکومت اسلامی شرعاً حق داره که اونا تهدید کنه، تأدیب کنه، ادب کنه. حکومت اسلامی حق داره. بعضی از انسانها چی میگه؟ مردم بیرون شدن حق خور میخوان، اینها بالین و فیر کردن. حکومت اسلامی حق داره. تو غلط کردی که در مقابل حکومت اسلامی ایستاد شدی. حکومت اسلامی تا حکومت دموکراسی فرق میکنه. تا دیروز بس هست بیرون شدید هر شعار علیه دین و اسلام و قرآن و شریعت دادید، کسی نبود جلو شما را بگیره. ما از این منبر اعلان میکنم به عنوان یک طلبه دین، هر کس به خیابانها بیرون میشه علیه حکومت اسلامی شعار میده شرعاً از نظر دین مبین اسلام و قرآن و شریعت غرای محمدی، مجاهدین حق دارن که اونها را سرکوب کنن. وقتی به این منبر ما امروز بعد از نماز میگیم که ما از امارت اسلامی تطبیق شریعت میخواهیم، یکی از تطبیقای شریعت اینه که حکومت اسلامی اجازه نمیده که هر فاسق و فاجر بالاخره بیرون بشه علیه اسلام و قرآن و دین و بالاخره شعار بده، علیه حکومت اسلامی شعار بده. این حکومت دموکراسی نیست. این حکومت به بونم فیصله نشده که بالاخره مجاهدین آمده باشند. این حکومت 4 تا غلام و حلقه به گوش اینها در اروپا ننشستن که بالاخره این حکومت تشکیل بشه. این حکومت با زور شمشیر مجاهدین این حکومت با خون شهدا، با خون علما، با خون حافظان قرآن این حکومت به سرپا ایستاد شده. این حکومت اجازه نمیده. والله العظیم اگر امارت اسلامی دست فاسق و فاجر و بیدین رو باز بگذاره، اگر لااقل دیگه کاری دیگه نتانم، من شاید از این منبر رخصت بشم بگم دیگه نماز جمع کنه میخوام. همین که از دست میآید. ما توقع داریم. ما بر علاوه که حامی حکومت هستیم، پشتیبان حکومت هستیم، دعاگوی حکومت هستیم، ولی در کنار حکومت باید این با قاطعیت هم داشته باشیم که 4 تا فاسق و فاجر و بیدین از بیرون دیکته بشن و بالاخره بیا به خیابانها و اینها جمع بشه میگه مرگ به پاکستان. تا دیروز مرگ به آمریکا نمیگفتی، مرگ به ناتو نمیگفتی، مرگ به اجنبی و غلامان نمیگفتی. امروز به پاکستانی که من به حکومت و نظام از او کار ندارم، هزاران مفسر و محدث در پاکستان هست. حرکت دعوت و تبلیغ، هزاران عارف و بزرگوار در پاکستان هست. تو چگونه استاده میشی؟ علیه یک کشور اسلامی، پاکستان کشور اسلامی است، ملتش مسلمانه.
این درست نیست که بالاخره تا دیروز نوکری امریکا کردی، نوکری و غلامی ناتو کردی، کاسلیسی امریکا کردی، امریکایی که به ناموس این سرزمین تجاوز کرد صدا خور نکشیدی، تو امروز بلند میشی. خب مرگ به پاکستان هم گفتی، مجاهدین به تو چی نگفتن، مرگ به فلان و فلان هم گفتی چی نگفتن. اما این جالب نیست که باز شروع کنی بگی مرگ به امارت، مرگ به طالب. این طالب به دموکراسی نیامده. از تمام مجاهدین این را میخواهم که هر بی‌ادبی که علیه نظام حرکت میکنه با مشت آهنین بر دهنشان کوبیده. آمریکا رفت به غلامان آمریکا، به کاسلیسای آمریکا، به دموکراسی خواهان این را میگویم دروازه ها بازه. بریم افغانستان اشغال تمام شد، آشغالا هم باید برن. این شهر بالاخره مفسرین و محدثین به این سرزمین افغانستان سرزمین مجاهدین هست. به این عزیزان و بزرگواران حکم شرعی خروج بیرون شدن علیه یک حکومت اسلامی، اینها آیه، اینها حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. در حدیث دیگر میفرمایند که سیدنا انس بن مالک رضی الله عنه روایت میکنه و میفرمایند رسول معظم اسلام فرمودن اسمعوا و اطیعوا، بشنوید و اطاعت کنید. و ان استعمل علیکم عبد حبشی کأن رأسه زبیبه، رواه البخاری. اسمعوا و اطیعوا، بشنوید و اطاعت کنید. از کی اطاعت کنید؟ وقتی میفرمایند نبی مکرم اسلام عبد حبشی، اگر یک غلام حبشی آمد بر سر شما حاکم شد، واجب و لازمه که برای شما کزو اطاعت کنید. خب چرا گفتن عبد حبشی؟ این تأکید رسول الله صلی الله علیه وسلم بر اینه که اطاعت از اولی الامر. اولی الامر مسلمین ارتباط به خروج علیه ولات امور فقها سه قول بیان میکنن. قول اول، کسی که علیه یک حکومت اسلامی بیرون میشه شعار میده و حکومت 100% اسلامی بود، این کار حرامه، باید اون طرف سرکوب بشه. و حتی حکومت اسلامی این اجازه داره که اگر در ابتدا نصیحت گوش نکرد، بعداً در زندان هم اصلاح نشد، تعزیراً حکومت اسلامی حق داره که او را از بین ببره تا اینکه درس عبرت برای دیگران بشه. هر کس که علیه حکومت اسلامی بغاوت کنه، هر انسانی، هر کس که میخواه باشه، این اول. دوم، علما بیان میکنن اگر حاکم مسلمین در بحث تطبیق احکام دینی نسبت به خودش، نه نسبت به مسلمین، نسبت به خود شخص، اگر حاکم مسلمان انسانی بود که شنیده شد که شراب میخوره، العیاذ بالله قمار میزنه، العیاذ بالله کار زشت و ناروا میکنه، آیا علیه از او هم بالاخره حرکت بشه؟ چون مسلمان هست و دوچار گناه کبیره میشه، مربوط به خودی و میشه. ایرم علما و فقها بیان میکنن که در مقابل چنین ولی امری هم هیچ کس حق نداره بیرون بشه تا حرج و مرج و جامعه به هم نخوره. اما واجب علیه ولی امری که کافر باشه بیای بر سر ملت مسلمان تسلط پیدا کنه، واجبه که ملت قیام بکنه. مثل که در رژیم گذشته ولاتی که آمدن بر سر این ملت از کجا تمویل می شدن؟ کی بود پشتیبان اینا؟ کی اونها را آورد؟ کی اونها را دست اونها را بلند می کرد؟ کی اونها را تمویل می کرد؟ چند مرتبه رئیس جمهوری که در گذشته، من نمیخوام کسی که از قدرت بیفته بعداً علیه و حرف زده بشه، با عنوان یک شاهد، خب رئیس جمهوری که نفهمه که رکوع و سجده و نماز و به اینها، کسی که نماز ریاد نداشته باشه، کلمه ریاد نداشته باشه، صلی الله علیه و سلم ریاد نداشته باشه، رئیس جمهوری که سالها و سالها رسمی خیشی کرده با مسیحیان، نشست و برخاستش مسیحی، همسر از اون مسیحی،
خب چیز واضح و مشخصی بود که در این منبر بارها و بارها گفته شد که علیه اون نظام قیام باید بشه. این حکم شرعی عزیزان و بزرگواران. پس بناهن اونهایی که در دماغ اینا هنوز بوی دموکراسیه، این از دماغ خود بیرون کنن. آمریکا رفت، دموکراسی مرد دموکراسی. میخواهی در چوکات نظام اسلامی زندگی کنی؟ افغانستان از توست، خانه توست، خانه همه هست، اما وقتی تطبیق احکام و حکومت اسلامی خلقت رو تنگ میکنه، صدها و دهها بالاخره کسانی رفتن، تو هم دروازه بر روی تو باز، برو بالاخره شکل خود گم کن، دیگه حرج و مرج به پا نکن، حرج و مرج ایجاد نکن. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند ید الله مع الجماعه، قدرت الله در جماعت هست، دست الله بر جماعت هست، حافظ و نگهدار جماعت الله هست. ید الله مع الجماعه و من شذ فی النار. تمام افغانستان از حکومت اسلامی راضیه، تو 10 نفر 20 نفر بیخی 100 نفر بیرون چو به خیابان که ما این حکومت رو نمیخوایم، این حکومت فلان و فلان و فلان، به دهن تو نیست که میخوایی یا نمیخوایی. 40 کشور هم به این مملکت آمده بود این نظام رو نمیخواست. 40 کشور به این مملکت آمده بود این نظام رو نمیخواست. 40 کشور زبونانه با خاری و ذلت این سرزمین رو ترک کرد. برای تو کاسلیس امریکا و ناتو و اروپا و اینا هم جای نمانده که خوری بری بر بزنی، جای نمانده. به اینه والله العظیم تمام ملت افغانستان 21 سال، ملت مسلمان افغانستان 21 سال خون دل خورد، 21 سال درد کشید، رنج برد. دهها و صدها زن بدون که شوهر اذن و اجازه بده حکومت گذشته اینا را از همدیگر جدا کرد. زنها را بی حیا ساخته بود، فسق و فجور، و بالاخره ملت را به سمت سوی بالاخره بیدینی و اینها سوق میداد که الحمدلله از برکت علما اینها کنترل میشد و همه معار شد و اینها. پس به اینه بس است دیگه تمام شد. سکولارها بدانیم وقت شما خلاص شد، بیدینها وقت شما خلاص شد، انسانهای مذبذب فاسق و فاجر وقت شما تمام شد، زنهایی که بی‌حجابی و بدحجابی رو دوست داشتید تمام شد. امروز روز زنان با حجابه، امروز روز جوان با ایمانه، امروز روزیه که ما به سرفرازی و سربلندی در کشور خود بگردیم و بالاخره سیر و سیاحت داشته باشیم. بس از 21 سال خون خوردیم. نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم می فرمایند و من مات و لیس فی عنقه بیعه مات میتتا جاهلیه. کسی که در گردن از او بیعت نبود اگر مرد چه کار میشه؟ مرگ او در جاهلیت. حدیث دیگر اشاره میکنم. نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم می فرمایند من اطاعنی فقد اطاع الله. کسی که اطاعت از ما داشته باشه اطاعت از الله داره. و می فرمایند و من عصانی فقد عصى الله. کسی که نافرمانی از ما بکنه نافرمانی از الله کرده. ادامه حدیث رو گوش کنید برادران عزیز و بزرگوار. حدیث بخاری و مسلم هست. نبی مکرم اسلام می فرمایند و من اطاع امیری فقد اطاعنی. کسی که اطاعت از امیر ما بکنه اطاعت از ما کرده. امارت اسلامی در تمام بستها، پستها، وزارتها علمایند. یک حق که بگردن ما دارن قدر اینه که حق اینه که عالم هستن. العلماء ورثة الانبیاء. حق دیگر اینه که اینها به عنوان امیر هستن. کسی هست انکار بکنه؟ در کل افغانستان امارت اسلامی گرفته، تو از یک گوشی صدا خور بالا میکنی بالاخره که من قبول ندارم. شرعا رو یک گوشه بگذارم، عقلا همین کسی امیر میپذیره. عرفا همین حرف جالبی، حرف جالبی نیست. رسول الله میفرمایند و من اطاع امیری فقد اطاعنی و من عصى امیری فقد عصانی. کسی که نافرمانی از امیر ما بکنه رسول الله میفرمایند
از من نافرمانی کرده. حکومت اسلامی سلسله میره بالآخره به خلفاء الراشدین، سلسله میره بالآخره به نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم. عزیزان و بزرگواران، اطاعت از اولی الامر واجبه. قبلا اشاره کردم حرکت کردن علی اولی الامر، شعار دادن علی اولی الامر، قیام کردن علی اولی الامر مسلمین گناه هست، حرام هست. اطاعت چیه؟ واجبه، واجب از واجبات دینه. این حکم شرعیه. نماز میخوانیم واجبه، روزه رمضان میگیریم واجبه. اطاعت از اولی الامر هم واجبه، واجبی از واجبات دین هست. به اینه که سیدنا عمر رضی الله عنه میفرمایند لا اسلام بلا جماعه، لا اسلام بلا جماعه، ولا جماعه بلا امیر، ولا امیر بلا طاع. سیدنا عمر میفرمایند اسلامی نیست اگر جماعت نباشه. پس مسئله جماعت خیلی مهمه. ید الله مع الجماعه. سیدنا عمر میفرمایند اسلامی نیست بدون جماعت و جماعتی نیست بدون امیر، و همچنین میفرمایند امیری نیست بدون اطاعت. اگر ملت از اولی الامر خود اطاعت نکنه، خب امیر چه کار باید بکنه؟ به این عزیزان و بزرگواران، اینها مسائل شرعی بود. قسم یاد میکنم که اینها به خاطر هفته گذشته گفتم که امارت اسلامی از ما درخواست کرده بیا وظیفه بگیر. ما گفتم برای شما دعا میکنم، نمیتونم، در توان من نیست، اما به عنوان مشاور هر خیرخواهی که از دستم بیایه برای حکومت اسلامی دارم، برای بقای حکومت اسلامی، برای تطبیق احکام شریعت. این حرفها چنین نیست. خدا از دلها واقفه که می حرفها به خاطر خوشحالی امارت نمیگم که امارت خوشحال بشه. خدایا تو شاهدی، در روز قیامت این بندگان تو شاهد باشن که تو علیم بذات الصدوری و از قلبها آگاهی که این حرفها خاص به خاطر تو گفتن، خاص به خاطر ذات اقدس الهی گفته شده، به خاطر ایجاد حکومت اسلامی، احیای حکومت اسلامی، تطبیق احکام شریعت، به خاطر ثبات و دوام حکومت اسلامی. امروز عزیزان من الله به ما حکومت اسلامی داده، همه دست به دست هم بدیم، همه دست به دست هم بدیم. مغرضین خیلی تلاش میکنن، بیدینایی که به خارج رفتن از همونجا در تلاشن که باز می حکومت را خدشدار کنن، باز می حکومت را بالآخره به نوعی از انواع بدنام بسازن، به نوعی از انواع باز اشغال بیایه، به نوعی از انواع باز امریکایی ها بیایه، باز اروپایی ها بیایه، باز بالآخره فلان و فلان بیاین ما را در بدر کنن. این عزیزان ید الله مع الجماعه. هر جا میشینیم امیدوار باشیم. امنیتی که فعلا بعضی برادرها چی میگن؟ اولاد دزدی هم دیروز یک موبایل بردن. برادر 21 سال موبایل ها بردن. یک اختطافی هم داریم. خب برادر بعد این روزی که فتح آمده روزانه به افغانستان 500 نفر کشته میشد. از روزی که امارت اسلامی یعنی افغانستان رو گرفته روزانه چند نفر کشته میشه؟ چند تا اختطاف داریم. درسته امروز یک اختطاف شده در هر زمانی. دزدی در زمان رسول الله هم بوده، در زمان خلفای راشدین هم بوده. الله اشاره میکنه که یتخطف الناس، در صدر اسلام مردم را دزدی میکردن، بالاخره اختطاف میکردن. حکومت اسلامی وظیفه داره که این قضایا رو پیگیری کنه، وظیفه داره که احکام شریعت رو جاری کنه. اما تو مسلمان دیگه بلنگوی دشمن نشو که والله امنیت به هم ریخته، امنیت خراب شده، امنیت نیه. یا مقایسه کن، قابل مقایسه نیست. امنیت امروز با گذشته قابل مقایسه هست؟ شما بندگان الله به خاطر الله شهادت بدهید امنیت امروز با گذشته قابل مقایسه هست؟ قابل مقایسه نیست، ابدا قابل مقایسه نیست. توپ بود، طیاره بود، ارتش بود، لشکر بود، تمام سپاه بود. به اصطلاح امروزی متخصصین و جنرالان و برد جنرال و مارشال و فلان بود.
ما و شما روزانه 500 نفر به این سرزمین کشته میدادیم. یک لحظه بیاییم یعنی خدا رو مد نظر بگیریم. قضاوت ها روزانه 500 نفر، 10 ها اختطاف داشتیم، 10 ها اختطاف. امروز اگر یک نفر اختطاف شده، این اختطافچی هم میدانیم از چی استفاده کرده؟ از این قطال تشکیلات حکومت درست نشده، از این استفاده کرده. حکومت تشکیل بشه، تشکیلات منظم بشه، تمام وزرا و بالاخره مسئولین تعیین بشه، اینا همه مشکلات حل میشه عزیزان من. همینطوری که امنیت آمده، مشکلات اقتصادی حل میشه، بیکاری گم میشه. همه اینها که امروز الحمدلله راحت میریم به مسجد نماز میخوانیم. ما به این روزا شاید هر روز 200 تا تاجران میآیند به دیدن و دید و بازدید. قبلا هر تاجری که می آمد به دیدن 20 نفر مسلح خودی بود. همین روزا هر تاجری که به دیدن می آید 1 نفر مسلح خودی و نیه. این کم نعمتیه؟ این نعمت عظیم و بزرگ میشه که انسان فراموش کرد. پس این چارتایی که داخل فضای مجازی تبلیغ میکنه، این چارتایی که بالاخره بلنگوی دشمن شده، نباید روحیه جامعه ضعیف کنه و تضعیف کنه. الحمدلله حکومت اسلامی با قوت استاده. بعضی تبلیغات میکنن که خب امریکا رفت چین میآید، امارت اسلامی با چین ارتباط داره. برادر، حکومت اسلامی باید با کشورها، همین امریکا با ذلت و خواری رفت، اما از لحاظ اقتصادی، از لحاظ تجاری، همین حکومت اسلامی باید خودم امریکا ارتباط داشته باشه تا وضعیت اقتصادی کشور خوب بشه. این باید بالاخره تعامل داشته باشه، معاملات سیاسی، معاملات اقتصادی، معاملات اجتماعی، چی چین باشه، چی شرق باشه، چی غرب باشه. مهم اینه. آخرین حرف من حرف ذبیح الله مجاهده، سخنگوی امارت اسلامی، گفت که مردم میگن که ما نوکر پاکستانیم. قسم یاد کرد که ما درسته ارتباط ما با پاکستان به خاطر که فامیل ها اونجی بودن، مردم بودن و بالاخره، اما همانطوری که ما بر دهن امریکا و اینها زدیم، اگر پاکستان و شرق و غرب و چین و اینها هم بیایه به معاملات افغانستان دخیل بشه، بر دهن از اون میزنیم، اجازه نمیدیم. حرف ذبیح الله مجاهد واضح و صریح که اعلان کرد که ما نه نوکر امریکا بودیم نه نوکر پاکستانی. اما تعاملات، آمد رفت و آمدها، نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله، سوره عبسه و کجا نازل شد عزیزان من؟ رسول الله در چی حالتی بودن؟ رسول الله با سران مشرکین جلسه داشتن که عبدالله ابن ام مکتوم میآیه عصا میزنه که یا رسول الله چی نازل شده به ما بگیم. خب رسول الله توجه نمی کنن و بعدن این آیه نازل میشه عبس و تولی ان جاءه الاعمى. ای پیامبر جواب این نابینا رو بده که یوری تو چی میگه؟ رسول الله در کدام جلسه بودن؟ در جلسه با کفار، او هم سران کفر. از لحاظ تجاری چین میآیه، این معادن و ذخایری که در کشور هست اینا رو که ما و شما استخراج کرده نمیتونیم. خب باز مگری با این کشورهایی که اونها دستگاه دارن، کشورهای پیشرفته هن، به مثل یک مزدوری بیاین مزدوری خور میگیرن، معادن رو استخراج میکنن، میاین سرکار آباد میکنن و میاین با تعامل با کشور اسلامی. امروز عزیزان من بزرگترین شرف و افتخاره که 2 روز میشه پروازها داخلی باز شده، از فردا یا پس فردا پروازهای خارجی باز میشه. شما میدانیم تیاره که الان پرواز میکنن میره رو به طرف اروپا و امریکا، کی اجازه میده؟ الان یک عالم دین، مسئول میدان هوایی بین المللی مرکز شما افغانستان، یک عالم دین نشسته، مخابره به دستیونه، تسبیح در حال ذکر و دعا و اینها، و بعد میگن پرواز کنه تیاره، میگه ها 10 دقیقه بعد پرواز کنه. تیاره از اروپا آمد، از امریکا آمد، از استرالیا آمد، بله، اما تا دیروز به داخل میدان هوایی ما نفس کشیده نمیتوانستیم. اینا عزته. کشور میره رو به آبادی، کشور میره رو به سربلندی، کشور میره رو به تعالی، رو به ترقی، کشور میره رو به پیشرفت. همه این مشکلات حل میشه برادرها، هیچ دغدغه و هیچ پریشانی نداشته باشند.
سبحانك اللهم و بحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک. بار الها پروردگارا حکومت اسلامی مستدام داشته باش، پروردگارا حکومت اسلامی سایه حکومت اسلامی از سر همه این ملت و امت اسلامی کم نگردان.